وقتی که واتساپ را نگاه کنی میبینی که 2 دقیقه قبل آنلاین بوده. وقتی که BBM را نگاه کنی میبینی که 5 دقیقه قبل آنلاین بوده. به طور مثال وقت وایبر را نگاه کنی میبینی که 1 دقیقه قبل آنلاین بوده. وقتی که اسکایپ را نگاه کنی میبینی که 3 دقیقه قبل آنلاین بوده. وقتی که فیسبوک را نگاه کنی میبینی که در حال حاضر آنلاین است. اما زمانی که قرآن را نگاه کنی میبینی که آنها رمضان گذشته آنلاین بودند. الله اکبر. الله متعال همه ما را ببخشد. این یک واقعیت است. ما وقت بیشتر به خاطر شبکه‌های اجتماعی خود داریم نسبت به این که به الله سبحانه و تعالی داشته باشیم. اگر همین لحظه وفات کنی موبایلت خاموش می شود، واتساپت خاموش می شود، BBMت خاموش می شود، وایبرت خاموش می شود، اسکایپت خاموش می شود، فیسبوکت خاموش می شود. در آن وقت قرآنی که مطالعه کردی و با آن عمل نمودی آنلاین می باشد. چرا؟ به خاطر که اعمالت به قبرت همراهت است، نه شبکه های اجتماعی. از الله متعال می خواهم همه ما را بیدار بسازد که متوجه اعمال خود باشیم. اگر می خواهی که تغییر کنی، اگر می خواهی که توبه کنی، اگر می خواهی که الله متعال گناهانت را ببخشد، اگر می خواهی که جنت بروی، بشتاب به احکام الله سبحانه و تعالی، بشتاب به قیام شب، بشتاب به سوی رحمت الله، بشتاب به سوی کرم الله. به الله قسم ای چی حال است. بعضی ها همیشه میگن که فردا توبه میکنم چند بعد. فردا اینها لشکرهای کیست؟ این لشکر شیطان است که جوانان ما را فریب میدهد. و الله متعال در قرآن کریم میفرماید و پیروی نکنید از چی؟ و از گام های شیطان پیروی نکنید. قدم به قدم یک روز شما را به جهنم می اندازد. پناه به الله از آن زمانی که شیطان داخل جهنم می شود، در آنجا با مردم گفتگو می کند. او با بچه ها، دخترها، مردها و زنهایی که در جهنم افتادن گفتگو می کند. آیا می دانید برادران و خواهران مسلمانان در این گفتگو شیطان چی می گوید؟ فقال الشيطان لما قضي الأمر وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إني كفرت بما أشركتمون من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم. و چون داوری و کار تمام شود شیطان گوید بیگمان الله برای شما وعده حق و راستین داد. من به شما وعده دادم آنگاه خلاف وعده کردم. من بر شما هیچ تسلط نداشتم جز این که دعوتتان کردم و شما دعوت مرا پذیرفتید. پس مرا سرزنش نکنید بلکه خویشتن را سرزنش کنید. نه من فریادرس شما هستم و نه شما فریادرس من. همانا من از این که مرا پیش از این شریک الله ساختید بیزارم. بیگمان برای ستمکاران عذاب دردناک است. برادران و خواهرانم بیایید یک قدم پیش به خاطر اصلاح خویش.